اولین گام جدی اسرائیل برای جنگ دوم با خامنه‌ای، نتانیاهو در راه آمریکا با 4 طرح پیشنهادی به ترامپ برای حمله دوباره به ایران. نتانیاهو مایل منو ببینه. ما رسما قرار ملاقات نذاشتیم، اما اون مایل منو ببینه. اکنون در خاورمیانه صلح داریم. بله، او احتمالاً برای دیدن من به فلوریدا خواهد آمد. تایید سفر قریب الوقوع نخست وزیر اسرائیل به آمریکا برای دیدار با ترامپ، ملاقاتی برنامه ریزی نشده که با افشای دستور کارش توجه ها را به خودش جلب کرد. ارزیابی های نظامی هم نشان میدهد که برای نابودی برنامه موشکی تهران نیازی به بمب‌های سنگرشکن و جنگنده های بیتو نیست که به دخالت مستقیم آمریکا منجر شود. اما اسرائیل برای حمله مستقل علیه جمهوری اسلامی هم ترجیح میدهد چراغ سبز ترامپ را داشته باشد. جنگی که به نظر جمهوری